سلام و یه بار دیگه به کانال اسرار تاریک جهان خوش اومدید. بازم انیمیشن سیمپسون ها. انگار که پیشگویی های این انیمیشن قرار نیست تموم بشه و هر کدوم از قسمتاشو ببینید یه چیزی از توش در میاد. این بارم متوجه شدم که سیمپسون ها از قبل درباره تشکیل گروه BTS خبر داده بودن. داستان از اونجایی شروع شد که داشتیم دنبال منابع میگشتیم که کانتنت بسازیم و به طور دقیق در حال دیدن قسمت 14 از فصل 12 انیمیشن سیمپسون ها بودیم که با این سکانس مواجه شدیم. خب همونطوری که دیدید روی این کاغذ نوشته شده بود BTS آرمی. خب حالا که چی؟ نکتهش چیه؟ نکته اینجاست که این قسمت توی سال 2001 ساخته شده، در حالی که گروه BTS تازه توی سال 2010 تشکیل شد. خب حالا الان باید به این فکر کرد که چطور ممکنه به یک گروه موسیقی توی انیمیشن اشاره بشه، اونم تو سالی که اصلا هنوز اون گروه موسیقی تشکیل نشده بود. و خب طبیعی هم است که این سوال پیش بیاد و وقتی سوالی پیش بیاد که جواب اثبات شده‌ای براش نیست، مردم رو به طرح تئوری‌های توطئه میارن. مثل همیشه راج‌ترین تئوری هم اینه که این داستان با ایلومیناتی ارتباط داشته و ایلومیناتی ها با سازنده انیمیشن در ارتباط بودن و اونها بودن که پیش بینی کردن که توی آینده گروهی با این اسم تشکیل میشه. حتی الان خیلی‌ها میگن که اون سانحه‌ای که اخیراً برای گروه BTS رخ داد به خاطر این بوده که اونها با ایلومیناتی ارتباط داشتن و میخواستن ارتباطشون رو با این سازمان قطع کنن و این سازمان هم به همین دلیل این بلا رو سرشون آورده. دقیقاً همین حرفایی که درباره تنتاسیون میگفتن و معتقد بودن چون اکس میخواسته ضد ایلومیناتی بشه به قتل رسوننش. ولی خب همه اینها در حد تئوری هن و شاید هیچ وقت متوجه نشیم که سیمپسون ها چطوری بعضی چیزها رو اینقدر دقیق پیشگویی و پیشبینی میکنه. خب بچه‌ها نظر شما درباره اینطور پیشبینی‌ها چیه؟ شانس، ایلومیناتی یا چی؟ کنجکاو و ماجراجو باشید تا یک ویدیو دیگه. خدا نگهدار.